پاشید نظافتچی قراره بیاد خونه رو جمع کنید. زشته جلو نظافتچی نباید خونه کسی باشه. ساجده به باباتی چی نگی یا یه خودت انجام بده. میگه برای چی نظافتچی میاری؟ نکن برو اتاقتو مرتب کن. سلام خوش اومدی. کیفتون رو بدید. ساجده چای بیار. بفرمایید شما. اگه خانم شما یه استراحت کنید الان براتون چای میارم. زشته چای باید دستش بده. خوبی چه خبره؟ نرگس خانم دست نزنید شما اینا رو میگم ساجده تمیز میکنه. یه چای بخورید چه سری رفتید شما مشغول به کار شدید. شما بخوابید همینجا. ساجده بیا ماساژشون بده. بخواب. آره دیگه جاری امروز نظافتچی گفتن بیاد اکبر آقامون گفتن اصلا نمیذارم تو کار کنی. میگم بابا خودم تمیز میکنم. میگه تو کمرت درد میگیره. خیلی هوامو داره. آخه خدا خیرتون بده. این گوشه هاش هم کمی اینو برید از زیری. ببینید چقدر آشغال بود. من میگم از اول زندگی ما دعوا داشتیم. مثلا قرار نبود با این شوهر ازدواج کنم. گوشه‌هاش هم بکشید این زیراش. شما مثل خواهرم میمونی. خراب شد گند زدید. سال 79 دیگه گفتم من دیگه اصلا تو این خونه نمیمونم. رفتم خونه بابام گفتم نمیشه که اینطوری هر روز ولش کنید اینو. من خودم رو تمیز میکنم. زدید چشم. ساجده بیا اینو تمیز کن. ماما چرا شما نرگس خانم ساجده میشوره دستیو؟ خدافظ حاج خانم. واس لباسارم مال ساجده بوده دیگه نمیخواد. بفرمایید. اینا نوعه به خدا. همین امروز گرفت. بردم ببرید شما استفاده کنید. خدا نگهدار. خب ساجده بیا کمک میخوام یه دور دیگه اینجا رو تمیز کنیم. من به دلم نمیچسبه.